دویم سوال به من میگویند که پیغمبر خدا، بابای حاجی به من گوید که پیغمبر خدا موی سرش چگونه بود؟ های موی سری پیغمبر خدا دراز بود و حبیب خدا رم موی سرشون تراشیدگی هم بود. به این خاطر موی سر داشتن یا موی سر نداشتن اینم گناهی نیست. یعنی موی سر فقط حبیب خدا من کان له شعر فلیکرمه، کسی صاحب موی سر است اکرامش کند، تازه نگهش دار. همین موی سر داریم بچهای عزیز گویم، بچه ها همه موی سر دوست میدارن. بعد ما که کلان شدیم دیگر اکو خودمون که موی سر بد میبینیم، بعد جوانا را چکار میکنیم؟ سرزنش میکنیم موی سر نمان. چرا نماند آخه؟ داری دلیل نماند. برای همین حبیب خدا فرمایش میدهد موی سر داری، موی سر تا تازه نگه دار. جایز است برای تو موی سر ماندن، لیکن کسی می تراشد تراشیدن بگیرد، کسی می ماند گذاشتن بگیرد. فقط با ترتیب بیاره، فقط با ترتیب. امروز در گویم که همین زمان ما و شما در اطراف ما و شما همون موی های درازی که میگذارن همون به چشم مردم خوب نمی آید، در چشم مردم خوب نیست. مردم همه وقت موی سری دراز سرزنش میکنن. از این خاطر همین موی های پستی که جوانا میمانند با همین ترتیب گذاریم و تازه نگهش داریم، همینش کفایت است.